شنیدی میگن صد واسه کسی نذار؟ آخه کسی از سیل خوشش نمیاد، از تگرگم خوشش نمیاد، ولی همه عاشق نم نم بارونن. اونی که قدر تو بدونه همون نم نمم قدر میدونه. اونی هم که قدر ناشناسه رگبارم براش بباره قدرشو نمیدونه. آخرش به این نتیجه میرسی که باید قید همه آدمایی رو که برای خوشحال کردنشون هیچ فرصتی رو از دست نمیدادی و اونا اصلا براشون مهم نبود رو بزنی. آخرش میفهمی که باید قید همه محبتای بی حساب و کتاب خودتو آدمای نالایق اطرافت رو بزنی. و میدونی تهش به چی میرسی؟ به آرامش. آرامش.